اکا محمد اینجا کجاست؟ الحمدلله یک بیز کلانی از دشمن بود که پایین بود، یک پوسه دشمنان پوسه دشکت پایی که چند پوسه بالاست چند تا پایین است. اینجا است که الحمدلله مجاهدین به فضل الله آمد در اینجا دیگه 40 میل کلاشینکوف، 6 میل پیکا، 4 قبضه راکت، 1 میل دشکه، بسیار زیاد مهمات که در محترم مجاهدین بردن دیگه، بسیار زیاد مهمات الحمدلله بر مجاهدین هیچ آسیب نرسیده بود. دیگه اینجا مربوط باغه که غندک بامیان می شود. ماشاءالله ولایت بامیان، ولسوالی غندک، قریه باغه. دیگه الحمدلله مردار زیاد دارن دیگه. 32 نفر دیگه تسلیم شد. 32 نفر بود نه؟ 31 نفر تسلیم شد. چند تا زخمی